سلام دوست عزیزم. امروز میخوام با تو درباره موضوعی صحبت کنم که میتونه واقعاً زندگی تو رو متحول کنه. شاید الان با نگرانی، نیاز یا ناامیدی روبرو باشی و دلت بخواد راهی برای آرامش و امید پیدا کنی. میخوام با هم دعایی رو بخونیم که نه تنها قلبت رو آروم میکنه، بلکه میتونه مسیرت رو به سمت برکت و معجزه باز کنه. پس تا پایان این پیام همراه من بمون، چون قراره تجربه‌ای تازه از حضور و محبت خدا رو با هم داشته باشیم و دعایی بخونیم که میتونه نقطه عطف امروزت باشه. قول میدم وقتی رو که برای این پیام میذاری، یکی از ارزشمندترین دقایق امروز تو خواهد بود. پس با من همراه شو. گاهی توی زندگی پیش میاد که حس میکنیم خدا ما رو فراموش کرده. قبضی که باید پرداخت بشه، شغلی که پیداش نشده، بیماری که هنوز خوب نشده یا رابطه‌ای که گره خورده. شاید توی خلوت زیر لب بگی خداوندا من رو یادت هست؟ امروز به تو میگم تو هیچ وقت از یاد خدا نمیری. نه صبح نه شب. خدا فرزندانش رو رها نمیکنه. طبیعت خدا کمبود و بی‌توجهی نیست. برعکس، همیشه پری و محبت و مراقبته. خدا مثل یه چشمه همیشه جاریه که برای هر کسی که با ایمان نزدیک میشه برکت و روزی جاری میکنه. مشکل هیچ وقت توی منبع نبوده. مشکل توی نگاه ماست. ما اغلب زندگیمون رو با کمبودها و نداشته هامون میسنجیم. اما خدا میخواد به عهد و وعده هاش نگاه کنیم. وقتی شیوه اندازه‌گیریمون رو عوض کنیم، نگاهمون هم عوض میشه. خدا فقط ما رو برای زنده موندن نساخته، بلکه میخواد در فراوانی زندگی کنیم. جوری که برکاتش توی زندگیمون اونقدر آشکار بشه که دیگران بپرسن چطور ممکنه؟ شاید صدا و فریاد کمبود بلند باشه، اما صدای خدا همیشه بلندتره. امروز خدا میخواد انتظارت رو بالا ببره. میخواد از به زور گذروندن بیرون بیای و وارد قلمروی بیش از کافی بشی. وقتی خدا روزی میده، فقط به اندازه نیاز تو نمیده، بلکه به فراوانی میده تا شادی کنی و دیگران هم از داشته‌های تو بهره‌مند بشن. پولس در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 8 میگه و خدا قادر است هر فیض را به فراوانی به شما عطا کند تا همه وقت و در هر چیز همیشه هر آنچه نیاز دارید داشته باشید و برای هر کار نیکو افزونی یابید. در معادله خدا کمبود جایی نداره. وعده خدا فراوانیه. وقتی خدا انبار تو رو پر میکنه، فقط برای خودت نیست. برکتش رو میریزه تا تو هم دست و دلباز و بخشنده باشی. منبع روزی تو نه اقتصاد و شرایط دنیاست، نه رئیس و خانوادت. منبع شخصیت بی‌تغییر خود خداست. پس وقتی به اوضاع مالی یا سلامتی خودت نگاه میکنی، با مقیاس کمبود اندازه نگیر. با مقیاس وعده خدا بسنج. شاید الان شرایط تو سخته و فکر میکنی از نظر مالی یا روحی کم آوردی. ولی بدون، وضعیت امروز نتیجه نهایی تو نیست. آخر داستان رو خدا مینویسه، نه شرایط. پولس توی فیلیپیان فصل 4 آیه 19 میگه و خدای من همه نیازهای شما را بر حسب دولت پرجلال خود در مسیح عیسی برآورده خواهد ساخت. ثروت خدا بی‌پایانه و این حساب و کتاب رو باید یاد بگیریم. هر وقت احساس ترس و کمبود کردی، مکث کن و به جای حساب کردن روی داشتهات، روی وعده خدا حساب کن. همون خدایی که در بیابان منا فرستاد، روغن بیوه‌زن رو زیاد کرد و با چند تکه نان هزاران نفر رو سیر کرد، امروز هم به فکر توه و هیچ فرقی نکرده. داستان اون مردی که 20 قرص نان داشت رو یادت باشه. همش رو گذاشت جلوی الیشع و الیشع گفت به مردم بده تا بخورن. خدمتکار تعجب کرد ولی اطاعت کرد و همه سیر شدن و اضافه هم اومد. پس مهم نیست چقدر داری، مهم اینه که خدا چه وعده‌ای روی اون گذاشته. و حتی اگر فکر می‌کنی هیچی نداری، مثل شاگردان عیسی
که شب تا صبح ماهی نگرفتن، فقط کافیه به صدای درست گوش بدی. عیسی گفت: تور رو بنداز سمت راست قایق. اطاعت کردن و نتیجه معجزه‌آسا شد. وقتی خدا وارد صحنه میشه، کمترین ها هم زیاد میشن. هر وقت خدا تو رو پر میکنه، میخواد از تو به دیگران هم برسه. داوود توی مزامیر میگه: جام من لبریز میشود. و این لبریز شدن نشونه مراقبت خداست. پس اگه برای برکت دعا میکنی، نه فقط برای خودت، بلکه برای اینکه کانال برکت باشی دعا کن. خدا فقط خدای پول و مادیات نیست. برکتش توی همه جنبه‌های زندگی جاریه. آرامش، امید، شادی، سلامتی، حکمت، رابطه سالم. خدا برای هر بخش زندگی تو فکر و نقشه داره. امروز فقط برای پول دعا نکن. برای برکت کامل دعا کن. برکتی که همه بخش‌های زندگی تو رو لمس کنه. و فراموش نکن شهادت برکت‌هایی که میگیری رو بگو. چون شاید امید و قوتی بشه برای یه نفر دیگه. در آخر 4 عادت کلیدی رو فراموش نکن. 1. وقتی الهام و صدای خدا رو گرفتی، سریع اطاعت کن. 2. قبل از دیدن نتیجه شکر کن. این یعنی ایمان واقعی. 3. حتی با کمترین داشته ها دست و دل باز باش. تو میبخشی تا در فراوانی زندگی کنی. 4. وعده خدا رو روی داشتهات اعلام کن. به جای گفتن کمه، بگو خدا برکت میده. امروز نگاهت رو از کمبود بردار و با مقیاس عهد و وعده خدا زندگی کن. خدا همین حالا داره برکت و راه حل برای فردای تو آماده میکنه. پس با اطمینان دعا کن و منتظر باش تا فیض و فراوانی خدا حالا وقتشه که قلبت رو برای دعا آماده کنی. مثل کسی که برای چند خورده نان التماس میکنه دعا نکن. با تردید پیش خدا نیا، بلکه با انتظار برو جلوی تخت پرفیض پدر آسمانی. مثل فرزندی که سخاوت پدرش رو میشناسه. نه با ترس، بلکه با ایمان. خدا منتظر توئه تا بر زندگی تو برکت و فراوانی بریزه. جامت رو اونقدر پر کنه که از توش برکت برای اطرافیانت هم جاری بشه و داستان زندگی تو تبدیل بشه به یک شهادت زنده. تا اعلام کنی که چطور خدا از فرزندانش مراقبت میکنه. پس بیا با هم دعا کنیم. چشمات رو ببند و قلبت رو برای خدای فراوانی باز کن. ای پدر آسمانی، تو رو ستایش میکنیم چون تو سرچشمه هر چیز نیکو هستی. تو خدایی هستی که نه خسته میشی و نه درمانده و همه چیز را با کلام قدرتمند خودت نگه می‌داری. رحمت تو بی نهایته. محبت تو بیکرانه. وفاداری تو همیشه جاری و پر از فیضه. خداوندم، اعتراف می‌کنیم که خیلی وقتها زندگیمون رو با کمبودها سنجیدیم، نه با عهد و وعده‌های تو. گاهی صدای ترس رو بلندتر از وعده‌های تو شنیدیم. ببخش که به مهربانی و وفاداری تو شک کردیم و مثل یتیما زندگی کردیم در حالی که فرزندان تو هستیم. امروز به هر روحیه کمبود، ترس و نگرانی اعلام جدایی می‌کنیم. ذهنیت فقر و محدودیت رو رد می‌کنیم. چون این طرز فکر ما رو فقط به منابع انسانی وابسته می‌کنه. امروز انتخاب می‌کنیم که به کلام تو ایمان داشته باشیم. کلام تو میگه کفایت و فراوانی ما از تو میاد. در ایمان اعلام می‌کنیم جام ما لبریز میشه. تورهای ما از صید خداوند پر میشه. انبارهای ما به دست تو برکت میگیره و افزون میشه. و تو همه نیازهای ما رو بر حسب دولت و جلال خودت در مسیح عیسی رفع میکنی. پدر جان،
دعا می‌کنیم که هر جا بیماری هست شفا ببخشی. هر جا اسارت و فشار هست آزادی عطا کنی. هر جا خطر هست حفاظت و هر جا نیاز به پیشرفت و پیروزی هست راهگشا باشی. در خانه، در کار، در ذهن و روح ما. فرزندانمون، والدینمون، همسرانمون و دوستانمون رو برکت بده. فراوانی خودت رو بر همه عزیزان ما جاری کن. پدر آسمانی، امروز می‌خوایم نگاه خودمون رو از کمبودها و ترس‌هامون برداریم و به جلال و سخاوت تو چشم بدوزیم. کمکمون کن تا باور کنیم که تو مراقب کوچکترین جزئیات زندگی ما هستی. همونطور که به پرندگان آسمان و گلهای صحرا رسیدگی می‌کنی. مطمئنم که برای ما هم بهترین ها رو در نظر داری. خداوندم، افکار ما رو از نگرانی و ناامیدی پاک کن و ذهنمون رو با حقیقت وعده های خودت تازه کن. به ما بیاموز که هر روز در تو آروم بگیریم و به جای دویدن به دنبال داشته ها و راه حل های انسانی در حضور تو ساکن بشیم و به فیض تو تکیه کنیم. خداوند فراوانی، به ما قلبی شکرگزار عطا کن که همواره توی هر موقعیتی تو رو سپاس بگیم. یادمون بده که حتی در کم داشتن بخشنده باشیم و با دستان باز محبت و برکت تو رو به دیگران منتقل کنیم. امروز دعا می‌کنیم که برکت و روزی تو فقط توی حساب بانکی ما نباشه، بلکه در روح و جانمون هم جاری باشه. در آرامش، در شادی، در حکمت، در رابطه ها و آیندمون. بذار زندگی ما شهادتی زنده از وفاداری تو باشه. وقتی مردم به ما نگاه میکنن، بفهمن که تو از فرزندانت مراقبت میکنی. ما رو کانال برکت خودت قرار بده تا دیگران رو هم به محبت تو برسونیم. امروز با هم متحد میشیم. چون میدونیم که هر جا 2 یا 3 نفر با هم یک دل باشن، تو در میون اونا هستی. ملکوت، قدرت و جلال تا ابد از آن توئه. به نام عیسی مسیح، آمین و آمین. اگه این دعا به دلت نشست، توی کامنت ها یه آمین بنویس که نشونه ایمانت باشه. دعا میکنم هر برکت توی این دعا الان توی زندگی تو جاری بشه. به نام عیسی. فیض و آرامش خداوند ما عیسی مسیح همیشه با تو باشه.